توسطی ما. الو سلام علیکم. علیکم السلام. آخه بیروز خوبه شما سلامت باشین. شما دین. ما امروز سخنرانی گوش کردیم. بسیار خیلی تاکید کردیم که در وکیل و پرزیدنت هم به اصل، به سعود و به شرف و به فرهنگ شما از گفتنی که گروه 24 خود بگویید که من خیلی تربیه گرفتم این گروه 24. گفتنی که گروه 24 همه خیلی با شرف و با فرهنگ هستند برادر. فرق بکنیم، مهم در خیانت ها دست نداریم برادر. برای ما بسیار ما فخر میکنیم که در تصمیم های اخلاقی، در خیانت هایی که در داخل وطن میشود دست نداریم. ناراضی هستیم لااقل. تمام. اما کی سلیمان دولت یکی از اعضای گروه 24 است. امروز نیست، از اعضای گروه 24 نیست. شما هستن؟ نیست، امروز نیست، دروغ نگو. نیست، از اعضای گروه 24 نیست. سلیمان دولت وقتی در گروه 24 آدم‌ها رو پیش میکرد تو نبودی. بعد همون یک روز پیش گفتی همون گروه 24 رو سلام کردم. ما چه بفهمیم شما با فرهنگ و با مدنیت یک معنی گفتم که یک نفر با نام فیراری یک نفر با نام فیراری میگفت که ازاری بیا من گپ سخت نمیزنم، یک تهدیدای میکرد به رحمان و الی رحمانوف. امروز از رحمانوف دفاع میکنه. اون را چه میفهمیم؟ گروه 24 رو نه اون را چه میفهمیم؟ امروز درباره رحمانوف از اون تعریف میگه، اون را چه میفهمیم؟ همین طور بازی برای همون که میشوان گروه 24 همین هست. نه چرا اون نفر براش نمیگه که چرا ایگا گفتی امروز عزیز دل شده است؟ یک نفر میگه او فکر شخصی چه هر کسی که میگه، هر کسی که میگه من میگم احمق است. میفهمی؟ کسی که اخورت داشت میگه احمق از فرقی نداره. هر کسی که نباشه اگر که میشینه یک نفر دیگه را بدون گناه و بدون آگاهی، بدون کدام خصلت های دشنام و تحقیر میکنه، او احمق است. فرقی نداره کی است. من درست میگم. بینای پارلمان، بینای دولتی، تاریخ دولت چپا کرده میشود. با اونها آدم خوب و لولو هستند. و بینا تو چی در کنه؟ بینا مقدسات است. برای ما یک جای مقدس است. 50 سال پیش ساخته شده است. 70 سال پیش. شما پیغمبر هم قبول ندارین، کتاب هم قبول ندارین. قبول میکردین خانه خدا را چپا میکردین. قبول نداره که طالب علم تو میگه گروه 24 تموم شد فلان کردی طالب علم اسلام است. من میگم کسی که دشنام میکنه احمق است. گوش میفهمی؟ فرقی نداره کسی خفه میشه و ناراضی میشه، برای من فرقی نداره. من آشکار میگم هر برنامه تحقیر میکنی دشنام میکنی. من تحقیر سیاسی میکنم و حقم دارم. زمانی که صبر که بینای تاریخی دزدیده میشوه، چپا کرده میشوه، وکیل پارلمان، یک اعتراض از وکیل پارلمان دیدی تو میروزه؟ مرحمت اوه همین تو برای یک کسی دیگر در جایت میمونه. همین فرقی نداره. هر کسی که ارزنده است بیا مهم مبارزه برا ایجاد ما را نخریدم و ما از این کدام درآمدی هم ندارم که نه مولی ما از من مسئولیت من انجام بدم. میفهمی؟ مردم از دورا داره که در چیز مو دربار مو خود پاپ اوبونه شده. بله ما یک حرکت سیاسی هستیم، نیاز به کمک مردم داریم. مهم از کجای پول نمیگیریم، مهم از کسی پول نمیطلبیم. مردم میگه مردم میخوایم با ما باشیم، به یک جای مبارزه بریم. جنایت نمیکنیم. تو میگی که با مردم نیاز نداریم، چی مردم هم میگیرن؟ ما در کجا گفتیم با مردم نیاز نداریم؟ ما با مردم نیاز داریم. میگم تو همین کلت کار میکنه، فرهنگ عقل داری؟ ما نیاز داریم گفتیم. ما هیچ نفهمیدیم. آخه یک بار کم طرف کفار برای گوش بکن ما چی گفتم. میگم ما مردمی هستیم، با مردم نیاز داریم. تو که به عقل به فرهنگ باشه گناه ما چی؟ آخه مردم از دوره داری که ابونه شده. بله مردم باز هم میگیم مردم ما حرکت مردمی هستیم، ما با شما نیاز داریم. من جنایت نمیکنم، من آشکار میگم ما با شما نیاز داریم. مردم ما در یک جایگی میتونیم که کاری بکنیم. با مردم نیاز داریم، مردم کمک کن. مردم وظیفه من نیست کمک کردن. امروز هدف من کمک کردن نیست. وقت و ساعتش اومد، مسئولیت به دست گرفتیم، حتما کمک میکنیم. امروز وظیفه ما نیست. مسئولیت داری به دست کمک کن. جناب دوره در دستش کمک کرد. کنی کمک کرده سای. یک قدر مهاجرایی که میکشن زندان میکنن، اورا کی کمک کرده سای. زنهایی که بازار نمیشینن، یک روزش
حتی نامپلی برای کودکش نداره میره قرض میگیره او شهروند تاجیکستان نیست تو گفتنی که دیگه هیچ که بغیر تاجیکو نمیمونه من کاری ندارم دیگر جدا من برای وطن میگم من نمیخوام کودک این ملت مادر این ملت گرسنه و تشنه باشه شما چی میگین ما هزار مثال از کشورهای میگم کودک 5 ساله است $100,000 در شادی بانکش داره او را برات مثال نمیارم ای بچه نمیخواه مردم که مثال از او بکشه پولی مردم ها برگردونه پولی که جمع کرده محمد جان عبدالله دیگه پولی بچه را گیری که برگردونه بسه وقتی این همه فهمیش داره تو اخی میلیون ها دلار از سازمان ها گرفتین برای مردم برگردوندین تو فکت داری همین گفت دارم فکت دارم خیلی نشون ده قوات نشون ده من همون کمک هایی که سازمان ها برای شما دادن براتون نشون میتم نداری تو رنگ همون ایزد همون نگیت من دیروز وزیر مالیه دیروز بانکدار برومد وزیر مالیه برومد گفت که ها ما چند میلیون از کجا قرض گرفتیم تو دیوانه چی تو چی گفتی و بعد همون دولت ما تاجیکستان ازبکستان آخه دلیل نداریم میگه شما همون وزیراتون رو قبول دارین همون رئیساتون رو قبول دارین که اما چی میگه گوش میکنین واقعا فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 29 ایول سال 2020 صحبت کرد نقطه به نقطه گفتگی است که از کدام سازمان چقدر ما کمک گرفتیم نقطه به نقطه اگر شما همیشه را گوش بکنین هیچگاه این همین سوال در ذهن نمیاد تو به سواد که برای من بگوی وزیر مالیه در صحبتش با روزنامه‌نگاران گفته است در جنبست 6 ماهش چقدر کمک گرفتین تو میگی دلیل و فکت داری اگر وزیر دلیل نباشه رئیس دلیل نباشه پارلمان برای شما فکت نباشه یا برای چه نگاه کلا نباشه یا را چیکار میکنی